سلام دوستان، امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری توی اکسل یه سیستم کامل مدیریت چک بسازید. مرحله به مرحله با هم پیش میریم و آخرش یه داشبورد کامل خواهیم داشت. اول تیترامون رو وارد میکنیم: شماره چک، مبلغ، تاریخ سررسید، سال، ماه، فصل، تاریخ میلادی، پرداخت، هشدار. کل محدوده رو انتخاب کن و یا کنترل تی بزن یا اینسرت تیبل بزن یا سریع بیا و از تمپلیت های آماده فرمت از تیبل یک کدوم رو انتخاب کن. حالا میام اطلاعاتم رو وارد میکنم: 101 شماره چکم، مثلا مبلغ 2 میلیون، مبالغتونم فرمت سریع، نامبر، اشارش رو بردار و سپریتور بزن که جدا شه. تاریخش 1404 06 02. خب بعد چون که اکسل تاریخ میلادی میشناسه، یه راه سریع و آسون بدون اینکه افزونه ایجاد کنی یا بدون اینکه فرمول خاصی بدی، میای من توی یه اکسل آماده براتون تاریخ ها رو توی شیت وارد کردم، تاریخ شمسی روبروش میلادی. سریع میای توی تاریخ میلادی یه فرمول ویلوکاپ ساده میزنی ویلوکاپ تاریخ سررسید رو انتخاب میکنی، جدا کننده از کجا بخونه، از این جدول بخونه جدا کننده و تاریخ میلادی چون دومین ستون هست 2 و یه فالس هم میزنی که اطلاعات دقیق وارد شه. فرمتش هم میای دیت میزنی به همین آسونی. برای قسمت سال هم چون ما میخوایم بعدم فیلتر بر اساس سال، ماه و فصل داشته باشیم، میایم چون که گفتم فرمول میلادی را نمیخونه، فرمول شمسی را نمیخونه، فرمت شمسی را، به خاطر همین نمیتونیم من فرمول یر استفاده کنیم. میای سریع یه فرمول لفت میدی که بیا 4 رقم اول این خونه رو برای من اینجا نشون بده. خونه رو انتخاب میکنی و آرگومان بعدی 4 رو میزنی. 404 به همین آسونی انتخاب شد. حالا برای ماه هم ما میخوایم بگیم که چون ماه وسط، از فرمول لفت دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، از فرمول مید استفاده میکنیم. میگیم آقا این تاریخ سررسیدم، بعد میگه از کدوم استارت من از کدوم باشه، مثلا چندمین کاراکتره، 1 2 3 4، خود این جدا کننده 5 و 6میه. از 6می برای من جدا کن تا چند رقم؟ تا 2 تا عدد، چون 01 02 زدیم دیگه. به همین آسونی اینجا هم برای ما انتخاب شد. برای فصلم هم به جای اینکه بیام ایفای تو در تو بدم، بگم اگر ماه 1 بود بده مثلا بهار، 2 بود بده بهار، میام یه دفعه یه فرمول سویچ میزنم. سویچ که میزنم چون میخوام شرط بدم، بگم اگر چون سویچ برابر رو میخونه، ولی من میخوام بگم اگر کوچکتر مساوی 3 بود پس یه تورو هم بهش اضافه میکنم. جدا کننده رو میزنم، میخوام بگم ما هم کوچکتر مساوی 3، ولی میخوام چون در قالب اعداد باشه، چون سویچ اعداد رو میخونه، یه ولیو هم میذارم براش. ولیو چی؟ ستون ای 2 رو من میخوام دیگه. اگر ای 2 من خب کوچکتر مساوی 3 بود، بیا به هم بده بهار. دیگه اینا هی کپی کن، نیاز نیست از این قسمت هی بخوای بنویسی. اگر کوچکتر مساوی 6 بود، بیا بده تابستان. اگر کوچکتر مساوی 9 بود، بیا بده پاییز. در غیر این صورت، چون دیگه بقیه‌اش میشه زمستون دیگه، در غیر این صورت زمستان. اوکی رو میزنیم و تمام. برای اینکه فرمولامون همیشه ارور نده، بهتره قبل هر فرمول یه ایف ارور بزنیم.
if error بزنیم. if error رو که میزنی سپریتور جدا کننده و تمام. برای اینم باز همینطور یه if error میزنیم، انتخاب و تمام. اینم بهتره if errorش رو بزنیم. یعنی برام وقتی اینو میدم یعنی برام خالی بزن. خب به این ترتیب سال و ماه و فصل رو ما جدا کردیم. حالا میخوایم بیایم وقتی که چک ثبت میکنیم بگیم آقا اگر من 1 زدم برام بزن که پرداخت نشده، یه علامت بزن اگه 2 زدم پرداخت شده. میای اینو انتخاب میکنی کاندیشنال فورمتینگ و یه نیو رول میزنی. یه نیو رول اولی رو انتخاب میکنی، آیکون، و میخوام این آیکون رو انتخاب کنم و این تیک رو میزنم که 1 و 2 نشون نده، فقط این آیکون ها دیده شه. میام دوتای اولی رو، چون 2 تا آرگومانه، دوتای اولی رو اینو میزنم و برای جفتش میزنم 1. اینجوری دیگه اکسل هم قاطی نمیکنه. یعنی من وقتی که اینا رو 1 زدم میگه اگه 1 و کوچکتر از 1 بود بیاد برای من ببخشید بزرگتر از 1 بود بیاد تیک بزنه، یعنی همون 2 کوچکتر مساوی 1 برام ضرب در بزنه و این به همین صورت پرداخت میتونی داشته باشی. حالا من میخوام یه ستون هشدار بزنم که بهم وقتی که وارد میشم بهم بگه با توجه به تاریخ امروز این چک سررسیدش گذشت، پرداخت شده یا نزدیک به سر رسیده یا هیچی مشکلی نداره. میام دوباره از فرمول سویچ استفاده میکنم. سویچ که میزنم باز چون میخوام شرط بدم یه ترو هم اضافه میکنم بهش. خب و میگم آقا اگر خب این مساوی 2 بود بیا بزن پرداخت شده. در غیر این صورت خب اگر میخوام چی بگم، میخوام بگم که اگر مثلا تاریخ کوچکتر از امروز بود، یعنی تاریخ سررسیدم گذشته بود، بیا بزن سررسید گذشته. پس بعدی رو میزنم. اگر تاریخ میلادی رو باید انتخاب کنم دیگه، اگر ببخشید جیه 2 من خب کوچکتر بود از امروز، یعنی فرمول تودی میزنم، کوچکتر از امروز بود تودی فقط باز و بسته میکنم. بیا به من بگو سررسید گذشته. باز در غیر این صورت حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر توی این روز بود بزرگتر از این بود و 7 روز مونده بود به تاریخ سررسید به من هشدار بده نزدیک به سررسید. پس چون 2 تا میخوام به شرط بدم اند رو میزنم، میگم همون ستون تاریخ میلادی من که G2 هستش اگر بزرگتر یا مساوی تودی بود و شرط بعدی و همین G2 خب بزرگتر یا مساوی ببخشید کوچکتر یا مساوی تودی به علاوه 7. حالا شما هر چند روز که میخواید میتونید بهش بدید به علاوه 7. خب یعنی اگر بزرگتر از امروز بود و کوچکتر مساوی امروز به علاوه 7 روز. خب تا 7 روز میخوام بهم هشدار بده دیگه. خب میزنم به من بگو نزدیک به سر رسید
درسته؟ در غیر این صورت به من بگه مشکلی نیست، حالا یا هر چیزی که متنی که خودتون میخواید بذارید. اوکی؟ و if error هم که بزنید دیگه که خب حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام وقتی که وارد اکسلم میشم اینا برام رنگی شد که با یه نگاه بفهمم. انتخاب میکنیم محدودیت ها، کاندیشنال و یه نیو رول میخوایم بزنیم. فرمول میدیم، میگیم مساویه اگر اینجا رو نمیخوام مطلق کنم، مساوی بود با چی؟ مساوی بود با سررسید گذشته بیا ردیف منو قرمز کن. حالا صورتی چیزی که تو چشم باشه. خب و برای بعدیام هم چیکار میکنم؟ برای بعدیام دیگه نمیام بزنم، یه دوپلیکیت میزنم، میگم اگر پرداخت شد بود بیا محدودمو سبز. دوباره یه دوپلیکیت، اگر نزدیک به سررسید بود بیا ردیفمو زرد کن. حالا این زردش خیلی پررنگه و برای مشکل نیست هم میتونید بزنید هم میتونید نزنید. و اگر مشکلی نیست، یعنی دقیقا همون چیزی که تو فرمول تعریف کردید دیگه، اگر مشکلی نیست بیا برام این رنگ کن. فقط اینی که اول دادی رو بیار بالا و اوکی. اوکی که بزنیم نزدیک به سر رسید بهمون داره هشدار میده. حالا اینجا هم پرداخت نشده، یکشون میزنیم. دوباره تب 103، فقط اینا رو جهت اینکه بفهمیم داره کار میکنه. 1404 0730 و مشکلی نیستش. یه دونه سررسید گذشته هم بزنیم، تبا میزنم که همه چی منتقل شه. 104 3,000,000 1404 07 ببخشید 0602. میخوام که این دفعه پرداخت نشده باشه، سررسید گذشته. خب به همین صورت ما جدولمون رو آماده کردیم. حالا میریم یه ذره حرفه‌ای ترش کنیم. چیکار میکنیم؟ روی خونه کلیک میکنیم، فقط اینکه اسم جدول تو اولش بذار، مثلا جدول یه اسم بذار، حالا چک. خب میری روش کلیک میکنی روی یکی از این خونه ها، فرق نمیکنه، اینسرت پیوت. سریع میخوایم گزارشامون رو خلاصه، چون ممکنه شما اینجا 1000 تا ردیف داشته باشی. خب میای توی یه نیو شیت که حالا خیلی هم چیز نباشه، به هم نریزه ظاهره. اینجا خب من یه پیوت میخوام واسه تعداد چکام، یه پیوت میخوام واسه مبالغم. پس اول تعداد چکامو، چون تعداد شماره چکام میرم پایین، اینجا سام خورده، من اینا میام روی کانت میزنم که برام شمارش کنه. هشدارم هم این که ببینم چه تعداد پرداخت شده، چه تعداد سررسید گذشته، میام توی ردیفم اضافه میکنم. میتونید حالا سالم بیاید توی ستونتون اضافه کنید. خب دوباره میرم اینجا هم اسمشو بذار پیوت، اسم پیوتتم توی اینجا بزن تعدادی. درسته؟ خب حالا میام دوباره یه پیوت دیگه میسازم، به خاطر اینکه میخوام جداولم نمودارم جدا جدا بشه. این دفعه
اینا انتخاب میکنم، میام خودم محلشو انتخاب میکنم، مثلا میزنم اینجا برام بندازه. چی میخوام؟ توی ولیوی اون چیزی که میخوام بهم نشون بده مهمه برام مبلغ دیگه، مبلغ همون سام خورده، درسته. خب ردیفام هم میخوام بیام هشدار بزنم، سالمم میندازم توی ستونام و میخوام فیلتر کنم بحث ماه و فصل فیلتر باشه. به همین آسونی اینجا همونجا اینا رو میتونی بزنی به اسم جمع. حالا میخوام بیام براشون نمودار بکشم، یه نمودار خوب میخوام بکشم، پس میرم دوباره اینسرت پیوت چارت، انتخاب کردم دیگه چارتمو و حالا مثلا برای تعداد میخوام یه همچین چیزی باشه. خب اینا کات کن ببر توی یه شیت جدا که یا حالت ترتمیز داشته باشی. خب بعدا بیا خودت طبق سلیقه طراحی کن. و برای این هم دوباره یه دونه پیوت چارت میزنم، حالا ستونی میزنم این دفعه و میام کاتش میکنم میبرم اینجا. و اگه میخوای کارت خیلی حرفه‌ای تر شه، میخوای مثلا فیلتر داشته باشی، میای یه اسلایسر هم اضافه میکنی. اسلایسر رو میزنی چه چیزایی میخوای باشه، مثلا من میخوام سال باشه، ماه باشه، فصلم باشه و هشدارام باشه. حالا همه اینا رو میای انتخاب میکنی، کنترل ایکس میزنی که میخوای کات کنی اینجا و به همین صورت. و حالا میای اینا رو دونه دونه مرتب میکنی. قبل اینکه بخواد مرتبش کنیم رو هر کدوم از این پیوتا اسلایسرها کلیک راست میکنی و ریپورت رو میزنی و میگی این سالم با کدوما بخونه. اسم این پیوت هم عوض نکردیم، اسم این پیوتمون هم میزنیم مبلغی. نمودار. خب اینم میخوام ماهانه داشته باشم، دوباره ریپورت با هر کدوم از پیوتات که میخوای فیلتر کنی وصل شه. دوباره این کلیک راست بزنه. حالا من خیلی فعلا حساسیت نشون نمیدم. اینم کلیک راست و با جفتش. خب به این صورت الان روی هر کدوم که وایسید میبینید اون حالت رو به شما داره نشون میده. اگر فیلتر خواستی در بیاری با این گزینه و ماهانه خواستی ببینی به این صورت، خیلی تمیز و حرفه‌ای شد کارمون. خب به این ترتیب با استفاده از فرمولا، کاندیشنال فورمتینگ، اسلایسر و پیوت تونستیم یه سیستم کامل مدیریت چک توی اکسل بسازیم. این ابزار هم برای استفاده شخصی عالیه، هم برای شرکت و حتی برای آموزش خیلی جذابه. حالا من نمونه اکسل رو براتون میذارم که حتما دانلودش کنید و ازش استفاده کنید. خب دوستای عزیز اینم از این آموزش. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید و تو کامنت به هم بگید که دوست دارید آموزش بعدی در چه رابطه‌ای باشه.